سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به ویدیوی امروز. امیدوارم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیوی امروز در مورد ازی است که اگر ما یک آهنگ بی ریتم و یا بدون ریتم بخوانیم چه رقم به گوش میرسه. پس بیایید که یک جای شروع کنیم. دوستای عزیز، در دو ویدیوی پیش از این ویدیو ما در مورد ریتم صحبت کردیم و زیادتر فوکس در بالای ازی بود که ریتم چند تا ماتره داره، هنرمند از کدام ماتره شروع کرده به خواندن و سمش در کجا است و همونطور چیزا. این موضوعات بسیار مهم است، یعنی اساس ریتم اینمی موضوعات است که ما باید بفهمیم. اما در پرکتیک وقتی که ما آهنگ میخوانیم ما باید است که ریتم از طریق گوش خود با مغز و از مغز به تمام بدن خود ایره داخل کنیم. یعنی ریتم در تمام سلای بدن ما باید است که داخل شود. یعنی ما نباید که در وقت که میخوانیم زیادتر فوکس بر ازی کنیم که خب آل ماتری چندم است، سمش کجاست، آل من از ماتری چندم شروع کنم. اگر این رقم آدم اینقدر زیاد فوکس کنه است، امکان ازی است که غلط کنه. با او خاطر خوب است که اساس آدم بفهمه، ولی در وقت که آدم میخوانه ریتم در مون لحظای اولی که آهنگ شروع میشه، پیش از اینکه با خواندن شروع میکنه، اون موزیک قسمت اولش دونم قسمت باید آنقدر ریتم زیر از طریق گوش با مغز ببره و داخل بدن جایش بده که دیگه بیخی آماده شوه. یعنی چی رقم؟ مثلا شما در بعضی محفلهای عروسی میرین که مردم ها امرای که دیگه صحبت میکنن اما ناخودآگاه کف میزنن، چک چک میکنن، بونمو ریتم امو آهنگی که امو لحظه در حالت خواندن است. و مغز ما مطور یک قدرت داره که ما همزمان بتونیم هم صحبت کنیم و هم ریتم در کنترل خود داشته باشیم. این همونطور ما باید است که وقتی که میخوانیم توسط حرکت بدن، مثلا بعضی ها هستن توسط حرکت بدن به شکلی ریتم میگیرن، از شروع آهنگ شروع میشه این رقم میکنن، باز به بسیار آسانی در ریتم میتونن که بخونن. و یا است که امرای کلک خود این رقمی ریتم میگیرن و یا امرای پای خود میگیرن. همونطور به هر شکلی که هر کسی برش آسانتر است امیر خم ریتم میگیره. یعنی این مسئله بسیار مهم است که ما باید که ریتم در داخل بدن خود بیاریم، از گوش و اینا اما تیر شود داخل بدن شود که ما تا با ریتم بتونیم که بخونیم. و دوستای عزیز، به خاطر ازی که ما بفهمیم که اگر آدم بی ریتم یک آهنگ بخونه چی رقم به گوش میرسه، ما اینال یکی از آهنگای استاد شادکام میخوانم با کاریوکه و شما ببینین که در قسمت اولش ما آهنگ از قسمت انتره شروع کردیم. انتره اولش ما به ریتم خواندیم و انتره دومش بدون ریتم. ما میخوایم که ما یک جای ببینیم که تفاوت از اینا چقدر است که اگر آدم بی ریتم میخوانه در گوش چه قسم میرسه. میریم یک جای میبینیم.
خب دوستای عزیز، ما دیدیم که حتی وقتی که آدم بدون ریتم یا بی ریتم میخونه، حتی سر آدم هم خراب میشه، یعنی آدم بی سرم میشه. ریتم به ریتم خواندن تاثیر مستقیم داره بالای سری که ما میخونیم، بالای سر آواز ما تاثیر بسیار مستقیم داره. با او خاطر نقش ریتم در موسیقی به نهایت مهم است. دوستای عزیز، اپ تبلیغ که من استفاده میکنم لینک شده در دیسکریپشن باکس در پایین ویدیو بر شما میمانم و شما میتونید که یا خودتون اپی که مورد نظرتون است او را دانلود کنید یا امیریت ما را دانلود کنید و در ریتمایی که البته اپی که ریتم افغانی برای ریتم افغانی جور شده، در اونا گپ از ریتم دادره میزنن و کیروا و والس و انواع و اقسام کیروا و انواع و اقسام موغولی و اینا اونجا از ماتره حساب نمیکنن، یعنی از ماتره گپ نمیزنن، گپ سر نامای ریتما به شکل دیگه است. ولی ما باید از بفهمیم که دادره هم که هست امی 3-4 تایم سیگنیچر است یا 6-8 تایم سیگنیچر است، امو 3 تا ماتره داره که او به شکل دیگه دوتایی حساب میشه که باز اگر شما در این قسمت خاصی مداینده ها باز برای شما همچنان ویدیو تهیه میکنم. ولی ریتم دادره که از مقصدش زمون 3 ماتره‌ای است و ریتم کیروا که از مقصدشون از 4 ماتره‌ای هستن و انواع و اقسام دارن اینا. شما کنفیوز نشین به این خاطر و واتس هم که هست امام 3 تا ماتره داره، یعنی امی چیزایی که ما تا حالا در مورد ریتم خواندیم اگر امیار ما درست فهمیده باشیم ما میتونیم که کار خود یعنی پیش ببریم. ما حداقل اضافتر از 90% آهنگ ها در جهان توسط 4 ماتره‌ای خوانده میشه، ریتمایی که 4 ماتره داره و از او بالاترش با 3 ماتره است. یعنی کیروا و دادره تفاوت بسیار کمی، بسیار کمی، حتی بگوییم که هیچ تفاوت نداره با امی 3-4 تایم سیگنیچر آف 4 تایم سیگنیچر. از اون خاطر شما ایره باید متوجه باشین که اپاره که استفاده میکنین فرقش بفهمین که تا بتونین درست او را استفاده بکنین و شما میتونین که نوع که با پول میخرین او را اگر دانلود کنین یا بخرین بعضی از امکانات دیگه هم داره، مثلا که شما میتونین از کچهای مختلف بخوانین و از کچهای مختلف شما از همچنان از تمپورا و اینا را امکانات بسیار زیاد می داشته باشین تا که از اینکه باشین فری اپ داشته باشین. دوستای عزیز، ریتم انواع و اقسام مختلف داره. ما ساده ترینش سرش بحث کردیم، ساده ترینش و اساسی ترینش، یعنی ما پیشتر گفتم که 90% از آهنگای دنیا توسط اینمی اضافه تر از 90% آهنگای دنیا توسط اینمی دو ریتمی که ما شما دیدیم همراه از اینمی ها خوانده شده و اگر شما تقاضا کردین ما بعضی از ریتم‌های دیگر هم همچنان در موردش ویدیو تهیه میکنیم. در غیر از او برای شروع کار ما حداقل اضافه تر از این است که ما برای شروع در مورد ریتم معلومات داشته باشیم. این بود دوستای عزیز موضوع پروگرام امروز ما در مورد ریتم به اندازه ضرورت معلومات داریم. فعلا من در این مورد استاپ میکنم و اگر شما تقاضا کردین در آینده ها در مورد کیروا و روپک و گرچه روپک در خواندن‌های افغانی بسیار استفاده کم داره، ما تا حال نشنیدیم و دادره و اینا را ما حتما باز
ویدیو تهیه میکنیم. و دوستای عزیز لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نکنین تا که این چینل بتونه رشد کنه و ما بتونم زیادتر ویدیوهای آموزشی در خدمت شما قرار بدم. خب دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیوی امروز. خدا کنه که یک ویدیوی مفید برای شما بوده باشه و تشکر میکنم از شما که با همراه ما بودین، ما را سپورت کردین و خدا کنه که چیزهای نو از این ویدیو ما شما از یکی دیگه خود یاد گرفته باشین. با امید از که هفته آینده شما را باز هم دوباره ببینم. فعلا از حضور شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.